پامو کالون بیای اینجا کمک خطا شده یا آپا گوش که بچه جون شما اما قرضدار نیستین من سومی خود ما گرفتم بتنن هزار رحمت نتنن هزار رحمت سلام علیکم سوزن آپا آپی مو پاکارش مو کالون آپا مو کالون بیای اینجا کمک خطا شده یا آپا مکافات پولی توناتیم آپا از امی انتقال پول چند قش ما استفاده میبرن ایران ما همین وقت تشکیل شده من استفادهش میبرم توضیح چقدر امی خدمت رسانی ایران بانک چقدرش مودا با وقتی خودش ناقص پیشواز میگیرن اما در اینجا دی کاسه بریدگی برد کارگی مناوره موشی بریدگی شما 5000 سوم برید کارگی نپا 5000 او بعد مکافات ماشین خطا کردن یا گفتن شما رو گفتن ماشین بریدن چیکار کردید گوش که بچه جون شما اما قرضدار نیستین من سومی خود ما گرفتم بتنن هزار رحمت نتنن هزار رحمت ما یگان چیز از شما طلب ندارم چیزی که از جانب خداوند مرا لایق دیده ما شکرانه میکنم ساختمانی میکنی بله تا خونه چه همین چیزا همین امارات ها همه آورینیان همین را کم کم کمیسی میگیم نو ترک کنیم خواهد 5000 سوم ده اوجا میتونی اکسیدنت میبینی تا بخری رحمت بتنم رحمت نتنم رحمت ما سومی خودمون گرفتیم فرزندات در فدراسیون روسیاش بود انتقال پول کردن پول رویتون کردن نه بله بله خیلی نده یک چیزی نیست خیلی سیمنت خشم قریب 1 تن سیمنت زیاد میشه 1 تن سیمنت کارت نمیشه خیلی ما میبینیم خدمت یک دستگیری میکنیم اینجا ده اینجا رو چپا میکنی خانه میکنی یا یک عدل نجات داری سازه بس خشروه بس راست اینجا آمدیم اینجا دری قشلق دارم اما آوازه بود که اپا ماشین بریدن گفت ولی چی ماشین بریدن پول شتیم پول بریدن اپا گفت ولی ماشین ایگجا زنده باشین اپا جان یگان ارزو داری کی مالشته چه ارزو داری راشه بچه هم همین بنده را خدای طولو هر قدر دو سر نکد اگر سر میکد قارون سر اگر که یکی اگر ماشین خود میبردی چیکار میکردی میفروختم اینجا خونه ساز میکرد راشه 3 تا بچه دارم زنشون میدودی آوا هر چیز بزنه یک تا زن 2 تا زن دارم زن میتی میتونم رفتیم بیرون نباشه گرد خاله جون این ماشین چی خیله میشه بیا اینجا بیا خاله خودت ای فدراسیون روسیه فرزندات پول میگرفتی آروم وقت استفاده میبردی خدمت رسانی انتقال پولشا و در نصیب خودت خاله جانی نم خونه که ساختمانی داری نه کلیدای این ماشین الکتریک کرده در نصیبت بده آشی جانت شوه یکی از نمایندگان ایران بانک ما ما روبر ایران بانکی ناحیه پرخارو همدانی دیگدار همین ماشین در زندگی شما باز یک سرشوی زندگی خوب رو نصیب کنه فجان مبارک شوه شما صاحب الکترومبیل شدید رحمت مبارک شوه فجان من بخش اول در کمک حاصل شوخیتون کردم و اینجا آوازه اومده که در قشلاق شما صاحب ماشین شدید ما می‌خواستیم که همین چیزا که با خشورتر قبول دوستای عزیز همش یک حاصل بود خاله رفتیم خرسان کنیم و همین خاطر برای که ما اومدیم آوازه کردن که خاله ماشین بردی و همین خاطر دوستا اگر یگان گپی پست بلند گفتگی باشم عذر رحمتون بخش میپرسیم خاله جان چه خبر رحمت توی دا فراد میکنی البته نه به شوخی میگم مایلی هم پول خانه ساختمانیت میرسه هم توی بچه‌ها دا میرسه ان شاء الله رحمت یک دعا برای مردمی که در شهر غربی کار میکنن و برای شرکت ایران بانک هم خیلی اقدام برگزار گشت. پروردگار همیشه سربلند باشین، با موفقیت باشین. با فرزنداتون هم مثل خدمتگاری خودتون شود. خور دنیا قیامت نکنه. بخشیدی ما آخی شوخیت کردم. ای چیکار نکنم. نه بهش بخش ما برای که یک حاصل کنم که برای ما خودم خودم. دور شوخم. زنده باشی. اینا مبارک شد نصیبتون کنه. نه بیمیشین. گفتم ششتن روزی توی. اونجا گرمی میشه وقتی تو وقت ساختمان تمام کنی. البته. فایراد مکنی با. اگر ما فهم که درجا توی کارم را فایراد ان شاء الله با فرزندات توش میبینی با نویرات فایراد نکردی خفه میشن. تمام دوستان عزیز اقدام بزرگ از ایران بانک هر کسی که اشتراک کرد
шаффоф диден ва 10 мошина бурд кардан, 10 мошини бивайдӣ ва 5 хона дар шаҳри Душанбе. ҳар касе иштирок кард, 1000 ҳама дамаи шумода бетараф набошед ва пайгирӣ кунед. Воқеъ дамони алло бошед дӯстон. Чалаш намекунед.